نمیدونم دقت کردین یا نه، یه اتفاقاتی توی زندگی هست که آدمیزاد باید حتما تجربه کنه تا یه سری از چیزها رو بتونه ملکه ذهنش بکنه. این که همیشه نباید ببخشی، همه نباید باهات راحت باشند، به همه نباید اجازه بدی نظر بدن و همیشه نباید صد خودتو واسه آدمی بذاری که حتی صفر خودش هم واسط نمیذاره. در یک کلام آدم هایی که در کنارت هستن رو بر اساس صلاحیتشون ارزش بندی کن و براشون وقت بذار. با رادیو ماندگار همراه باشید.